الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبی بعده. اما بعد، عزیزان دل، همگان میدونین که فصل بهار به من و شما شعله‌ور شده است. در این رابطه خواستم یک حدیث را به سمع شما برسانم. شاید یک برادر، یک خواهر، یک پدر این حدیث ده اندیشه کند و سعی و کوشش خود را برای ثواب به دست آوردن به خرج برساند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید هر بنده ای که هر انسانی که یک نهال در زمین میشیناند، اگر اون درخت میوه‌جات باشد، از میوه او هر انسانی که استفاده میبرد، یعنی هر انسانی که از میوه او میخورد، حتی حیوانها از میوه او میخورند، حتی پرنده ها میخورند، الله مهربان ثوابش را در نامه اعمال همون بنده ثبت میکند. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که همون درختی را که انسان میشنوند، حتی اگر میوه هم نداشته باشد، در سایه همون، چی انسان باشد چی یک حیوان باشد، در سایه همون استراحت میکند. الله مهربان ثوابش را در حق همون انسانی که اون نهالش مونده است ثوابش میرساند. این ثواب بزرگ باید من و شما عزیزان دل از دست ندهیم. کوشش کنیم که با شنیدن نهال امروز سهم خود را داشته باشیم تا که از این پاداش بهره مند بگردیم. الله متعال همه من و شما را موفق بر این عمل کردن نصیب و روزی بگرداند.